ایمان میگه چیست؟ ایمان نور است که میگه در قلب انسان جلا میتید. ایمان الله سبحانه و تعالی عطا میکند، میتید ایمان ما شما در قلبون جاگیرش میکنه. جاگیرش که کرد در قلبت انشاءالله خدا خواهد هدایت میابی. برای می خدا خواهد ایمان مستحکم در قلب جا کن انشاءالله خدا خواهد. ایمان عطای خدا حق سبحانه و تعالی است. از این ایماندار بودن فخر که بگرد میشه خدا خواهد انشاءالله. کسی ایمان دارد هرگز گناه نمیکند. ولی مگه من ایمان دارم عرق خورده است یا نمی؟ ایمان دارم دست دست زنا کرده، ایمان دارم دست دزدی دارد، ایمان دارم دست فریب دارد، کیدت دارد، پرسن داده است. کجا ایمانداری هستی؟ کجا ایمانداری است که سری ایماندار گناه نمیکنه در حیاتش؟ ایماندار رای راست صراط المستقیم میگیره، از گناه پرهیز میکنه. این ایمان میگه. چه ایمانه که خدا خواهد نماز خون تروریست، نماز خون آدم کش، نماز خون دزد، نماز خون قمارباز. نگو من دکزت کمیتیم. نماز خون سیگارت کش، نماز خون امروز باید نشه زده شده. بعضی تویان نمیگه میشنویم جواده یاش امروز نشنده گذشتی که گیره این ده کنار نماز گذشتی که خدا خواهد. مسلمان نماز عرق میخورمی، گناه میکنمی. مسلمان کسی که 5 وقت نماز میخواند، 5 وقت نماز پورا کاملا نماز میخوانی، بعد تو مسلمان حقیقی. یک تا نمازی بامداد خونده خدا خواهد تو من ایمان دارم نگو. یک تا نمازی پیشین خونده ایمان دارم نگو. 5 وقت نماز فرض. ایمان کرده که لا اله الا الله محمد رسول الله گفتی ایمان آوردیم اسلام ده. اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده و رسوله گفتی اسلام قبول کردی که تمام. در گردنت 5 وقت نماز، 1 ماه روزه ماه شریف رمضان در گردنت، زکاتت 1 سال نک پولت کی رسید زکات میتی. در عمرت 1 مرتبه حج خانه خدا زیارت کردن در گردن بعد فرض میشه عزیزان من. یا 1 وقت نماز برسمی که نگویه چی؟ فقط 1 وقت نماز است. همین نمازی بامداد شد خدا خواهد. 1 نماز جمعه بعض بچه های جوانان فقط جمعه میخونده خلاص جمعه میرفتی اونجا تروریستی میره. هم داملا که پاشا گفته بود اگه اونجا داخل دوجا میدوی کسی دیا تو چی نمیره نماز جمعه یا خود نشون تیمی گویا که تو نماز خوان شدی که تو عبادت کنه نشین مردم من حرمتم کنه عزتم کنه پیشنبیش نگوا توی نگوا بالای مرکش نوتا نماز بخونی. این نماز برای خدا خون، برای من نخونش. نماز برای الله میشه. اگر خود نشونتی باشی شرکه، ریا و شرک کن، ریا شرکه و برای خدا کج نکابد برای بنده میکنه. بدونه که آدم خوب چیده نماز خدا خواهد برای خدا خون. عبادت برای الله که خدا خواهد انشاءالله کاملا 5 وقت خون. آت پسکنه است بچه ها گفته تو مونم یگان تشمان آت پسکنه میشود، مردک چیزی نه آت پسکنه میشود. فقط زن ها داده تا آت پسکنه، اما آت پسکنه خدا خواهد با دم میگیرن. یک مانده 3 بار 3 تا 10 روز کسل میشه حیض گفتگی چیزه. بچه تولد میکنه 1 کمش 40 روز نماز نمیخونه. حتی نماز شاءالله بخشیدگی نه که خودت نماز نخونی قرضاش با میخونی. در گردن قرض میسته یاد نبراز. گردن قرض ایستاد ادا نکنی جواب شمیتی پیش خدا ده. تا دم مردن ما نماز میخونیم، تا دمی که خدا خواهد داریم جان. چی راست ایستاده میخونی، چی شیشته میخونی، چی خور رفته میخونی، بخون نمازه. نماز حق نداری ترکنی. من کسل شدم، من فلان شدم، من پیستان شدم، من بلیسنده خوام و کار گرفتستم. این بهانه نیست یاد نبراد. اگر بهانه می بود ایوب علیه السلام خدا ایوب میبخشید. ایوب علیه السلام بین میدانی چند سال کسل شد؟ 18 سال خدا خواهد بالای تخت سنگ نخواه رفت. ولی ما کسل میشیم بالای دیوانی مولای مکه با 6 تا بچه درگیرت پروانه چی میخوری چی حال میکنی. بیچاره 1 تا زنش خدمت چه کرد 18 سال این نماز نمود. پگاه حجت میکنه خدا چشمات کفته میگیره. ولی پیش خدا بلگو که من خدا پاچکم در میکن نماز نمیخوندم. پیشا من میداشتم نماز نمیخوندم یا یک باد بورمده میستاد گوزک بدم. فقط
نماز تا نخوندم گفت خدا خیر انشاءالله خدا ایوب علیه السلام حجت میکنم. من ایوب 18 سال دادمش برای چیز عبادت من نکرد. چون نمازی من نخوندی؟ آدم عذر داره من نگو پخته گوشت گیر. کسی عذر داره یکی پیشاش دایم رفتن نیست. پرستاتیت میدونه کسلی بعضی سوزاک میشه. سوزاک از زنا میشه. همین زناگرش خدا خواهد بلا میزند. همین زناگرش زنگ باز شدی خدا خواهد انشاءالله دخترای مردم فیلپ کردی خدا میزندم. سوزاکت میکنم خیل سپیدت میکنم خیل خدا خواهد بلا و بدتر زدن نگیره. کسی که همین کسلی ها داری هر یک نماز نتارت میکنی علاهیده بامداد نتارت میکنی تا برمدن افتاو نماز است. امام اعظم رحمت الله علیه وقتی نماز که دور متارت کرید اگر پیشوت خدا خواهد تمام شیم ترک کرده پرتویه جای نماز رخته برام نمازت ارگی نله نترس نماز خون نماز افتاب که برمد نماز بامداد ادا شد با پیشین یک تا تارت میکنی اما لباسات ایواز میکنی. یک زن پیش رسول الله صلی الله علیه و آله یا رسول الله من خیلی استحاضه هستم. زنها با سه خیل میشه حیض است نفاس است با استحاضگی یگان رخچهشو میکند دایم ازم گویا که از رحم شو از همون خدا خواهد شرمگاهشو خون میریزد وای من کننده هیچ چیز نیست نکوه نه حیات نبرارم ویارم. یک زن اومد گفت که یا رسول الله من خیلی استحاضه شدم چیکار کنم نماز ترک کنم یا نه؟ رسول اگر خونت با بالای بوریار ریخته برام نماز ترک کردن حق نداری. رفتن بگیره وای خدا خواهد بادت برمدن بگیرد بینید خون اومدن بگیره نماز خوندن بگیری. بعض صحابه زنهاش گفتن که رسول الله گفتن وقتی که ما استحاضه میشتیم هر خز زاید تگکم نه تاغرم نه نماز میکنیم چون محمد زناشم من نکردناشم نگفت که تو تمام این اومده سمی عموما تو نماز ممکن نیست میگه برای خون زیادی رفتنش تا پا مونده تاغرم میمدیم خون استحاضه و ریختن بگیریم نمازی پیشینه میخونده میگم تا یک جای خیلی فتوای دروغه نمیترسی خودت فتوا میبراری گویا که من کسالم که تمام من فلان جان در نکه من نماز نمیخونم من کی فتوا گرفتی کی خدا نمیترسی خدا خواهد انشاءالله که یک عالم زور برای فتوا گیر نماز من نگوید یگان مردان فتوا نیست فتوا همین است که جانت میبرد تمام خلاص میشه شیشته خان یان باز زده خان خور رفته خان چی خیلی باشد خان اگر عذرت بسیار زیاد باشد من دختری از شما را گفت که شما گفت کسا شدی گفت بیمار هستی گفت که مدت 2 ماه آبازی نمیکنی سوال پیدا شد گفت من 2 ماه آبازی نمیکنی من چیکار کنم دیگه سوال میشم من نماز خون هستم وقت دختر من چیکار کنم اگه 2 ماه آبازی نمیکردم اون دست من رسولم خدا خواهد کو کم میکرده یا که کسلیم زیاد میشته فتوای دانا فتوایی که خداجو باشد گیری شما با تعمیم نماز تا میخونی یاد نبراد هر یک نماز نه تعمیم میکنی تعمیم اونم جنسی خاک میگردیم چپون نمیشد کورپچن نمیشد سنگ نمیشد دیوال نمیشد کلوخ نمیشد یک بار ضربه میزنی یک بار رو تنه میکشی چون که رو فرضه طوری می دستاتا با آستین آرینجا بالا میکنی با یک بار دیگه زده یک میستی بعد دستی راست نه دستی چپ نمیکشی الله اکبر نماز ارگی نده همین دمه گردن ساقی نمیشه مبادا زنت خدا خواهد بیمار شید وایم همین فتوا است جاگه خوابی هم من نمیکنه جاگه خوابی میکنی بعد جاگه خوابیت برای آبازید یک تا تعمیم میکنی اسلام عادی چیزایی شما خبر نداره تعجب میکنی زن دم اگری واقعشه که همون کسلی دیگه کسلی ها باشه و جاگه خوابیش هم من نمیکنه زن باید همیشه تیار باشد افتمت واری در کاش میخواد خواب میری مبادا دکتر بگی تم مقدر 2 ماه 1 سال اگر آبازی نمیکنی 1 سال به تامین آبازیش آبازی نمازش نمازه خوردگیش حلاله زندگیش خدا خواهد جنته خیلی فتوای دروغ نبرای ختنه خودت چا نکا خدا خواهد انشاءالله حالی بایا بیرفتیم روز قیامت بای بچه ها پلدارا کروتای ها امروز خدا خواهد نماز نمیکنن دخترهای مردم فریب دارد پرسند دادستی هم بای خدا نمیترسن انشاءالله کفته میگیره چی بوده خدا خواهد حالی وقت ساعت داره ولی همی بایم اگر روز قیامت برای نماز نخونن خدا میگفتش خواب تو چی بدیته
شما برای چی نماز نخوندید؟ گفت من بای بدم، همال دوبای رفتم، همال یاپونیا رفتم، این کود رفتم، یکود رفتم، فقط پول جمع کردم. باب ملادیس کاری، خوب کاری برای زیاد فایده خودت کاری. برای من چی کاری میگه خدا؟ خانی چی کاری؟ من سلیمان بای دادم. سلیمان علیه السلام میلیاردر دنیا بود. ولی اگر دنیا یکم باشه همه بهترین، همه بایگری روی دنیا در دستش بود. میگه چون ای نماز نموند. تو چی میمونی؟ بایستی بخت هستی خدا خواهد. نماز خدا خون. اول فرمانی خدا خون خدا خواهد. کسی که بای بچه کار میکنی، نمازی پیشین تا ای تو فعل بیزنسی سودا و دکون ترک میکنی، خود زندگی حرامه. تا اول فرمانی خدا را که در دوره های حضرت عیسی بین، حضرت عیسی دوره هاش نه یک زن بود میگد ولی ما زنهایی هم قابلیت نداریم با مرد کاشیدن. زن بود میگد خمیر کرد، نانش در تنور بس. دوری حضرت عیسی داشته واقعه بس میگد تنور نانش خوب گوش داد. بچهش میگد کودکک میگد با را گردک بود. وقتی نمازی پیشینشی ترک کرد میگه نام بستگی زنی ما و شما خدا کنه میکنه کراش بر پرسش خدا خواهد. نماز خونشم با فتوا براریان نمازی زنک ساعتی 2 اگه جاتی تی فتوا را نمازی زنک موشه مردک بختر یا خدا تعالی نمازی جنسکا موسیقا که جدا کرداد بی وقتاشه فقط زنک یک مردک زنک 3 نمازی عصر میدره خدا خواهد. کفر اگر 3 2 تا نماز در یک جا جمع کرد گوزن تام یک تمام همون مسجد آورد یک تابلت زدی همون نماز زن تا گو خیس کاری دنیا تا پرتا. میگه نماز نه دور من میگه شیطان اومد گفت که گفت زن تنور نونات سوخت گفت که نان فدای جانی خدا بود. نماز دوام داد. بچه‌شو گرفت در تنور انداخت. در تنور انداختش گرفته. تنور انداختش. گفت که بچه در تنور بچه‌م گفت فدای جانی الله بود. نماز تمام کرد. میگه همه حالت میگه شوهرش بیرون اومد که میگه زنش نماز خونده است حالانگی نانا پختگی بچه در درون علاب همین خیلی مثل یعنی بالم لخچه بازی کشیده است. حیران شد.